به نام خدا. درود خدمت شما داستان نویس محترم. نکته خیلی مهمی که توی 1 دقیقه من بهش اشاره بکنم اونم این که سعی بکنید در داستانتون ایجاز داشته باشید. همونطور که میگن در گفتار کم گوی گزیده گوی چون دور، در نوشتن همین موضوع رو دقت بکنید، حشویات رو بزنید. یک متن رو نوشتید، جمله رو و کلمه رو پیش رفتید، برگردید عقب مرورش بکنید. جدای از بحث معادل هایی که پیدا میکنید و جایگزین‌های خیلی قشنگ، سعی کنید زواید رو هم پیدا کنید، اونا رو بزنید که موجب اتناب در کار نشه. و نکته بعدی این که از دید هرس کردن به موضوع نگاه بکنید متنتون رو، یعنی انگار که درختی رو دارید پر از شاخ و برگ و لازمه که بخشی از اون موارد رو بزنید که منجر به چشش کار نشه و خستگی خواننده رو در پی نداشته باشه. زدن حشویات و زواید در داستان یکی از تکنیک‌های خوب در پیشرفت زبان و نثر شما میتونه باشه. براتون آرزوی موفقیت دارم.